در دل کوههای البرز جایی بود به نام علموت، قلعه‌ای دور از چشم دنیا ولی نزدیک به قلب تاریخ. و در دل آن قلعه مردی زندگی می کرد به نام حسن صباح. نه پادشاه بود و نه پیامبر، اما صدها زن و مرد حاضر بودند به فرمانش جانشان را فدا کنند. حسن صباح مردی باهوش، اهل علم و مذهب، در ابتدا از یاران نظام الملک و دوست عمر خیام بود، اما راهش را جدا کرد. راهی که پر از شک بود، پر از یقین و پر از خون. او فرقه اسماعیلیه را در ایران بنا گذاشت و با گروهی از فداییان جنگی خاموش علیه خلافت عباسی و سلجوقی آغاز کرد. اما سلاح او شمشیر نبود، بلکه ترور هدفمند بود. ترور با دقت یک عقیده. دشمنان می گفتند او مردم را با حشیش گول می زند و به بهشت دروغین می فرستد، اما هوادارانش او را رهبر دانا و منجی می دانستند، کسی که به جای شمشیر با ذهن مبارزه می کرد. حسن صباح خودش را از دنیا برید، تا روز مرگش حتی یک بار هم قلعه علموت را ترک نکرد، نه برای عشق و نه برای قدرت طلبی، فقط برای ایمان.